سمت رضا عادل. ضربه کرنری که زده میشه، یه ضربه سر اما توپ در چارچوب نبود. گودرزی باز هم توپ رو از دست داد. مسعود شجاعی یه پاس خوب برای ساسان انصاری، سوگیتا رو داره، حالا برای سوگیتا پاس میده، خودش حرکت میکنه. یوکیا سوگیتا ضربش رو میزنه و توپ از بالای دروازه تبدیل به کرنر میشه برای تیم تراکتور. بهش میدن، ارسالی که انجام میشه و این ضربه سر برگشت شده میشه. دوباره توپ خود دژاگه رسید، بهش نزدیک میشه. حالا موقعیت برای شجاعی، ارسالش رو انجام میده، یه ضربه سر و گل! گل برای تیم تراکتور. بازی 1-0 میشه. چه کسی هم گل میزنه. یه ارسال خوب و این ضربه سری که رحمان احمدی هم هر چقدر به بدنش کش داد نتونست به توپ برسه. چه ارسال خوشگلی کرد شجاعی و چه ضربه سری زد ایمان سلیمی. بازی 1-0 میشه. ارسالی که انجام میشه به روی دروازه، توپ از همه رد میشه، اون طرف میرسه به شهرام گودرزی. خود شهرام گودرزی بازیکن چپ پای تیم پارس جنوبی. ارسالی که انجام میشه به روی دروازه و ایمان سلیمی تن به کرنر میده. تراکتور با تکلی که سلیمی زده پیش افتاده از تیم پارس. یه پاس خوب، اگر آفساید نباشه به توپ رسیده ساسان انصاری، خبری هم از آفساید نیست. سوگیتا برای انصاری داخل محوطه جریمه و خروج رحمان احمدی که صاحب توپ میشه. داورم اعلام آفساید کرد در این صحنه. اینجا بود که به شجاعی رسید. پاس شجاعی برای سوگیتا، به استقبالش رفته سعید محمدفر، دفاع راست پارس. خود سوگیتا حرکت میکنه، ارسالش هم انجام میده، اسماعیلی فر و چه توپی گل نشد. تیم پارس جنوبی ارسالش رو انجام میده، اخباری توپ رو مشت میکنه در سمت چپ. ستاری صاحب توپ میشه، سیف اللهی هم رو دستش داره حرکت میکنه. تعویض منطقه بازی به سمت راست، یه موقعیت برای تیم پارس و چیزی نمونده بود دروازه تراکتور باز بشه که خطر از بیخ گوش اخباری و تیم تراکتور گذشت. برای تیم پارس شکل میگیره. یه پاس خوب داخل محوطه جریمه، موقعیت برای شوت زنی هست، این ضربه که میزنه و سیو فوق العاده اخباری که تراکتور رو همچنان تیم پیروز این مسابقه نگه میداره. گرفته، یه پاس خوب رو میندازه برای سیف اللهی. خود سیف اللهی صاحب توپ پاس ارسالش رو انجام میده، موقعیت برای تیم پارس هست و سراسیمه توپ رو به بیرون میزنن مدافعان تراکتور. پارس در این لحظات داره بهتر. تیم پارس در بازی خارج از خونه آمار وحشتناکی داره و باختای زیادی در کارنامه‌اش دیده میشه. یه ضربه از راه دور خطرناکم بود اما تو جک چارچوب نبود. اعتراض اخباری به مدافعان تیمش که چرا اجازه دادن به این راحتی شوت زنی کنه میثم نقی‌زاده. حالا باز هم موقعیت برای ارسال سوم. این بار هم ارسال انجام میشه و باز هم برگشت توپ. یه موقعیت برای تیم پارس جنوبی خطرناک است و ببینیم که چه خواهد شد. استرس در هواداران تراکتور، ضربه رو میزنه و گل برای تیم پارس جنوبی به ثمر میرسه. بازی 1-1 مساوی میشه. نتیجه 1-1 مساوی که در دو بازی فصل گذشته این دو تیم هم به وقوع پیوسته. برخلاف جهت حرکت اخباری زد و توپ رو درون دروازه قرار داد. تراکتور همچنان فرصت برای جبران داره. نقی‌زاده، یه پاس خوب به سمت راست. سید احمد موسوی یکی از اون ارسالاشو میتونه انجام بده، زمینی و توپی که در اختیار احمدی قرار میگیره. وقت زیادی نداره برای گل پیروزی. حالا یه موقعیت مناسب برای تیم پارس، همچنان موقعیت هست و عالی میگیره اخباری. تیم تراکتور و دروازه‌اش رو نجات میده محمد رضا اخباری با این سیو خوبی که انجام داد. بازیکن پارسو توپ رو میگیره. این هم سوت پایان بازی که توسط آقای عادل به صدا در میاد. تقسیم امتیازات در هفته 29 در تبریز و تیم جورج لیکنز
1 امتیاز رو میگیره. تراکتور با این 1 امتیاز 51 امتیازی میشه.